بابام همیشه بهم میگفت هر کاری که انجام میدی 100% انجام. موقع کار کن، موقع تفریح کن، موقع خوردن جوری بخور که انگار آخرین وعدته. اگه آدم تا آخرین ذره وجودش تلاش کنه و از نفس بیفته، خیلی بهتر از اینه که سر جاش بشینه و بپوسه. آدم باید از زندگیش لذت ببره، از تمام ساعاتی که در اختیار داره. نباید زمانمون رو بیهوده تلف کنیم، نباید همش خودمون رو ضعیف تصور کنیم. خصوصیت یک آدم موفق این نیست که مشکلات رو قبل از اینکه حتی به وجود بیان برطرف کنه. توانایی و شگرد اون اینه که مشکلات رو وقتی که پیش میان به هر نحوی که شده حل و فصل میکنه. ما باید سعی کنیم با حس کمالگرایی خودمون یک مصالحه آگاهانه داشته باشیم. در غیر این صورت مجبوریم تا ابد صبر کنیم، چون شرایط هیچ وقت به 100% ایدئالمان نمیرسن. بابام همیشه بهم میگفت هر کاری که انجام میدی 100% انجام. موقع کار کن، موقع تفریح کن، موقع خوردن جوری بخور که انگار آخرین وعدته. اگه آدم تا آخرین ذره وجودش تلاش کنه و از نفس بیفته، خیلی بهتر از اینه که سر جاش بشینه و بپوسه. آدم باید از زندگیش لذت ببره، از تمام ساعاتی که در اختیار داره. نباید زمانمون رو بیهوده تلف کنیم، نباید همش خودمون رو ضعیف تصور کنیم. خصوصیت یک آدم موفق این نیست که مشکلات رو قبل از اینکه حتی به وجود بیان برطرف کنه. توانایی و شگرد اون اینه که مشکلات رو وقتی که پیش میان به هر نحوی که شده حل و فصل میکنه. ما باید سعی کنیم با حس کمالگرایی خودمون یک مصالحه آگاهانه داشته باشیم. در غیر این صورت مجبوریم تا ابد صبر کنیم، چون شرایط هیچ وقت به 100% ایدئالمان نمیرسن.